سلام علیکم دوستای عزیز، عبدالرحمن هستم. شما رو بر تک چینل میبینید. دوستای عزیز، بسیار یک ویدیو جالب و خاص است. بعد از اینکه شما وفات کنین، فیسبوک همراه اکانت فیسبوکتان یا ایدی فیسبوکتان چی بکند؟ درست است. در خیلی از مردم ها ذهنشون میگرده که باید بعد از فیسبوک ما چی خواهد شود. فیسبوک ما می باشه تا روز قیامت یا و غیره و غیره. درست است. یا فیسبوک مرا کسی دیگه استفاده نتونه، یا مثلا بسیاری از برادر و خواهر از فیسبوکشان خواندن و عکس و غیره چیزا را شیر میکنن. درست است دوستا. بعد از اینکه وفات کنن، چون مرگ جایز است، به خاطر از این ویدیو رو جور کردیم. مرگ جایز است، میموریم یک روز حتما. درست است. بعد از اینکه مثلا ما خواندن یه چیز را اول خب میگم براتون پیشنهاد میدم شیر نکنین. باز اگه شیر کردین و تو کدوم چیزا که شما کسی نبینه اونم چیزا را. درست است دوستا. و شما بعد از اینکه وفات کنین از گناه دیگه خلاص باشین. اگر نه که باشن پروفایلتان هر کی میبینن خواندن میبینن شیر میکنن، کلش گناه شما شریک هستین. درست است دوستا. خب پیش از اینکه او کار نشوه، فیسبوک یک بسیار فیچر خوبش اعلان کرد در سال 2020 که یعنی بعد از اینکه شما وفات کنین، فیسبوک همراه اکانت یا ایدی تان چی بکند. درست است دوستا. ویدیو خاص به خاطر از این است، من براتون عملی نشان میتم. ویدیو رو تا آخر ببینین، مسخط قضا نکنین که باز نمیفهمین. ویدیو رو تا آخر ببینین، ما عملی نشان میتم بسیار ساده که چطور شما اکانت خود قسم جور کنین و وقت شما وفات میکنین اکانت شما با ستون اتوماتیک دیلیت شوه. مکمل پروفایل خواندن چیزی که شیر کردین مسیج کردین کسی نه آورده بتونه نه شیر کرده بتونه و نه کس فیسبوک شما را استفاده کرده بتونه بعد از اینکه شما وفات کنین. بسیاری از مردم هست که یک نفر وفات میکنه، فیسبوک از اون میگیرن، هک میکنن، چی میکنن، اونم را غیر استفاده یا سوء استفاده میکنن. درست است دوستا. خب پیش از اینکه شروع بکنیم به کار، بیادر با این سابسکرایب نوشته سابسکرایب بزنین. از این بابت دیگه ویدیو جالب می از این چنل براتون بالا لایک بزنین دوستا. ویدیو را لایک بتین و شیر کنین هر چقدر شیر میتین. درست است دوستا. خب زیاد وقت نمیگیریم، اما میگم که در کامپیوتر میشه، ساده موبایل فعلا نمیشه. در کامپیوتر فیسبوک تان آواز بکنین، قسمی که اینم آواز کردیم. درست است. لپتاپ است در این گوشه میین. درست است دوستا. هر کس میتونه، ضرور نیست که درس خوانده باشی نخوانده باشی. این گوشه را میبینین، اینی مین همونطور که من میکنم تو شما میکنین. در پایین اینی سیتینگ نوشته است. درست است دوستا. خب سیتینگ که آمدین، بعد از اینکه سیتینگ آمدین اینی دومی را بیادر کلکی کسی که انگلیسی را میفهمه اونمو بهترم میفهم، نمیفهم من ترجمه میکنم. decide what happened to your account after you pass away. فیسبوک میگه تصمیم بگیرید که شما وفات کنین، بعد از او همراه اکانت یا ایدی فیسبوک تان چی خواهد شود، چی کنیم. درست است دوستا. خب ایسون می ادیت بزنین، سایز برابر از امو. خب یک دو دقیقه صبر کنین، این تک چیزک براتون واز میشه. اولین آپشن بر شما دوستا میگه چوز ا فرند. اینجا شما یک فرند، یک دوستان که همراه شما فرند است رو انتخاب میکنین. درست است دوستا. بعد از اینکه شما وفات میکنین، باز از طریق از امو دوستان فیسبوک خبر میشه یا دوستان شیر میکنه پستا و مو چی میبینه، فیسبوک میبینه و اکانت شما را مجدد که همونطور میشه چی میکنه، بلاک میکنه، مکمل از بین میبریش. ولی از این کده یک خوب آپشن اگه دیگه است، ایره شما نزنین. ایسون بیاین لای پایین دوستا، ایسون اینی را بیادر این تو پایین یک ذره این تو کش کنین. درست است دوستا. کش که کنین پس بین اینی به خط سبز که نوشته است دوستا، اینی request that your account be deleted after your passing. میگه ریکوست کنین که اکانت شما دلیت شود بعد از اینکه شما وفات کنین. اینا میزنین این تو دوستا، بسیار ساده. این آپشن که میزنین بس خلاص دیگه کار تمام است. ایچ از delete after death. میگه اکانت مرا دلیت کنین بعد از وفات من. درست است دوستا. شما که مجرد که وفات میکنین، چون مرگ جایز است، کسی نمیگه که من نمیکنم وفات، هر کس میکنه در وقت خودش. شاید من از شما کده پیشم شو. خب چون ویدیو بسیار مهم بود باید جور کنم، به خاطر از اینکه بسیاری مردم همین سوال در ذهنش است. یا اکانتش میمانه مثلاش یک نفر از سو استفاده میکنه در حالی که او بیچاره فوت کرده. درست است دوستا. یا ایست که مثلا اون نفر شیر کرده خواندن و چیزا را، ایست بعد از اینکه او میموره و خواندن و چیزاش مردم های دیگه میبینه، کلا اون نفری که فوت کرده گناهگار میشه. درست است. بعد از اینکه یعنی که ما از این کارا باید خلاص شویم که بعد از این گناه در گردن ما نیاد وقتی ما فوت کنیم دیگه. اینی چیزا بسیار مهم است دوستا. بعد از اینکه اینی delete after death که زدیم دیگه چیز کار نداره دوستا. اینجا در بالا براتون نوشته است، میگه ایره که شما زدین ای برای ما یک فرم از طرف شما خود جنریت میشه. فیسبوک میگه برای ما میاد. درست است. در فرم چی نوشته است؟ در فرم نوشته است که فلانی بنده میخواد که بعد از اینکه من فوت کنم اکانت مرا دیلیت بگو. خلاص سیمپل، بسیار ساده. خب باز فیسبوک چطور خبر میشه از مرگ شما؟ خیلی ها شاید سوالم در ذهنش داشته باشه که بیادر فیسبوک چطور خبر میشه.
فیسبوک قسم خبر میشه دوستا که شما وقتی که فوت میکنین حتما از طریق فرندا و چیزا مردم ها خوام خیش داره در فیسبوک کلش هست. یک نفر نه یک نفر میگیره عکس شما رو بالا میگیره میفعلا این نفر فوت کرد ولی خوب آدم بود جنازش میریم یا فاتش میریم. مجردی که این فیسبوک خودش کارمنداش است به طور اتوماتیک سیستما داره خودش چی میکنه دیتک میکنه که این فلانی نفر خب فرم فور کرده بود اونا فوت کرده. امی که او را ببینه چی میکنه به همون ریزی به سبای در ظرف 24 ساعت اکانت شما را از بین میبره پروفایل مکمل چیزایشه. درست است دوستا؟ بسیار یک آپشن خوب است ایره بکنین دوستا از گناهی پسان از اینکه فوت کردین از گناه های دیگه خلاص میشین و اکانت شما را کسی استفاده نمیتونن. خب ویدیو خوشتان آمده باشه پایین بالا لایک بزنین حتما لایک دوستا ضروری است لایک بزنین شیر کنین و در پایین سابسکرایب بزنین تا که دیگه مردم هم ببینه شیر و لایک زیاد بزنین دوستا. تشکر وقت خوش خداحافظ.